میگن در زمان آقای اوباما میخواستن کاخ سفید رو نقاشی کنن. اینو گذاشتن برای مناقصه، 3 تا گروه شرکت کردن، یه گروه چینی، یه گروه امریکایی و یه گروه ایرانی. گروه چینی 3 میلیون دلار قیمت داد. گفتن میخواید چیکار کنی؟ آقای اوباما دعوتشون کرد، گفت آقا میخواید چیکار کنی؟ گروه چینی گفت آقا 1 میلیون دلار هزینه وسایل منه، 1 میلیون دلار پول پرسنله، 1 میلیون دلار هم سود شرکت. گروه امریکایی اومد گفت آقا شما 6 میلیون دلار قیمت دادی، میخوای چیکار کنی؟ گفت من 2 میلیون دلار هزینه میکنم برای رنگ و وسایل، 2 میلیون دلار هم هزینه پرسنله، 2 میلیون دلار هم سود شرکته. به شرکت ایرانی گفتن آقا شما میخواید چیکار کنی؟ 10 میلیون دلار قیمت دادی. گفت بیا با هم رفیق باشیم آقای اوباما، 4 میلیون دلارشو میدیم به خودت، 3 میلیون دلارشو خودمون برمیداریم، 3 میلیون دلار هم میدیم این شرکت چینی بیاد رنگ کنه. خلاصه با گروه ایرانی به توافق رسیدن. هنوز کار رنگ و نقاشی کاخ سفید تموم نشده. حالا تموم بشه تا بعد ببینیم چه تصمیمی میگیرن. عاقلان دانند.